جنازه سرباز اکبری رو بیارین پایین. دیدین؟ قیمت زنده موندن اون قاچاقچی رو یکی از سربازا داد. سرباز اکبری. قربان. لطفاً هرچی ازت میپرسم جواب بده که اگه لب باز نکنی به خود خدا مغزتو میریزم بیرون. مثل موش منو گذاشتی وسطت. آره مثل مور و ملخ ژاندارم و تفنگچی دور برمونو گرفته بودن. پس چرا رئیس پاسکا تو جریان نبود آقای فرماندار؟ بذار برات توضیح چی رو توضیح بدی؟ مگه بابتش از ما پول نگرفته بودی؟ قضیه از مرکز لو رفته. پای رئیس شهربانی کل تو جریانه. خود رئیس شهربانی کل پشت قضیه است. نمیدونم چه خبره، اما از مرکز دنبالتن. همین الانم بعید نیست رد پاتو تا اینجا گرفته باشن. نباید میومدی اینجا. حالا هم اگه نتونی فرار کنی کار هر دومون ساخته است. که زندگی نکردی، اقلن مثل آدم بمیر. اشهد تو بگو. این دفعه دیگه صحبت توبیخ و درجه گرفتن به خاطر تندروی نیست. تو زندگی تو رو این حماقت گذاشتی. اما زندگی اونم گرفتم با نقض دستور. این دفعه رو من از سرباز اکبری دستور گرفتم. قربان ایشون بازداشت هستن. بیسیم بزنین تقاضای آمبولانس، دکتر، بلیت هواپیما برای حرکت به تهران فوری. ساعت مچی 1 عدد. قیچی اکسیژن. ضربان قلب. ببریدش اتاق آی سی یو. بفرمید تو. بیمارستان شهربانی 2 هفته بعد. بفرمایید قربان.
همینجا باش. چشم. من حال بازجویی ندارم. من برای یک گفتگوی دوستانه اومدم. میدونی که این دفعه دیگه کار تمومه. سیب زمینی. میخوای نجات پیدا کنی؟ میخوای؟ قیمتش؟ به جاش میتونی برای ما کار کنی. ما میخوایم با کمک و اطلاعات و تجربه های تو ریشه تریاکو بکنیم. واسه چی؟ برای یک دست شدن بازار. یعنی حالا بازار 2 دسته؟ 100 دسته. پر قاچاقچی ریز و درشته. ما میخوایم اونا از بین برن. فقط ما این وسط میمونیم. آوردن جنس و وارد کردنش از ما، بعدش توزیع داخلی از تو. ما؟ یعنی کی؟ ما یعنی سلسله جبال البرز. اول کار یه شریکی داشتم به اسم محمد فینگری. شبا بغل تنور نونوایی میخوابید. بعدش با غلام آبادانی شریک شدم. سرمایش یه وانت بود. شریک بعدیم ذبیح منصور بود. تو تئاتر کار میکرد. من همه جور شریکی داشتم. الا شریک دولتی. ما با هم شریک نیستیم. پس سهم من چیه؟ زنده موندنه که داری پیش میگیری. برای صحبت در مورد جزئیات فردا میام پیشت. تکلیف اون افسره چی میشه؟ عالیه پسر. پیشرفتت فوق‌العاده بوده. ببینم قیمت درجه‌ای که از دست دادی، ستارهات که از رو دوشت پریدن، زندونی که این کشی، چی بوده ستوان؟ اون قاچاقچی دیگه زنده نیست. زنده نیست تا دوباره شروع کنه. همین؟ بله قربان، برای من زیادم هست. ولی صدفان، ما اون مرد رو زنده میخواستیم تا با کمک اون ریشه بقیهشونو بکنیم. بعد کسی رو انتخاب کرده بودیم. اون همکاری نمی کرد. تو مطمئنی؟ بله قربان. پس بی خودی مطمئن نباش ستوان. اون حاضر همکاری بکنه. اوه راستی یادم رفته بود بهت بگم، اون از زخم گلوله ها جون به در برده. الان زنده است. امیدوارم اینطور نباشه قربان. برای اینکه مجبورم دوباره بکشمش. بشین ستوان. اون زنده است 1 و زنده باید بمونه 2. با ما هم همکاری میکنه 3 و تو هم برای اینکه از زندون بیای بیرون و درجاتو به دست بیاری با اون همکاری میکنی 4. تو و اون. ولی قربان، تو باش ستوان. میگم همکار آیندت بیاد با هم آشنا بشین. بفرمایید. ولی من به این سگجون 4 تا گلوله زدم. 5 تا. دو تا به دست چپ، یکی به سینه راست، یکی به شونه چپ، یکی هم توی دیوار. من سگجون نیستم سرکار. تو تیراندازیت خوب نیست. تو نه، شما نمیخواد با من صمیمی بشی. نیستم. و بدون گلوله 6 را این دفعه فقط توی قلبت میزنم. میدونم. این بازی چیه با اینا را انداختی؟ بازی نیست، یه قرارداده. قرارداد؟ آره من زنده میمونم. تو و رئیستم قاچاقچی‌ها رو میگیرین. گفتم به من نگو تو. یه پاکت سیگار توی جیبم هست، ورش دار. بمب نیست، سیگاره.
یکیشو بذار گوشه لبم. یک کبریت بزن. خیال میکنی چون دست ندارم سیگار رو ترک میکنم؟ روشنش کن. اول از اونایی که خودم رو لو دادن شروع میکنم. ولی من نگفتم که با تو همکاری میکنم. اولا تو نیست و شماست. اگه تو تویی منم تو. ولی اگه شما شمایی بنابراین منم شما. برای یادآوری این یک. و دو. اگرم میخوای مجبور نباشی دائم سیگارم آتیش بزنی باید کمکم کنی تا دستم را بیفته. اجازه بدین لطفاً. قربان در مصاحبه همه چیز روشن. خانم ها آقایون اجازه بدیم به تمام این سوالات در مصاحبه مطبوعاتی پاسخ داده میشه. خواهش میکنم. یادت باشه تا سوال نکردن جواب نده. من دلم میخواست مصاحبه احمد رو میدیدم. منظورم جناب سروانه. شاید با هم دیدیم. ظاهراً باهاش خیلی صمیمی شدیم. ما قاچاقچی‌ها تو خودمون قانون داریم. خب ماده اول دنیا پر نامرده. دوم جز خودت کسی رو دوست نداشته باش. سوم برادرت اولین دشمن توه، رفیقت دومی. آقای تولو به همراهشون قربان. تعظیم عرض کردم حضرت اشرف. حالت چطوره دولو؟ بیا جلو. دارم این خیمه شب بازی رو تماشا میکنم. پس این چیز کجاست؟ خدمتتونه قربان. امشب در میزگرد ما دعوتی داریم از آقایان وزیر کشور، رئیس شهربانی، رئیس آگاهی و رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر. جناب آقای وزیر کشور، قبل از هر چیز از مسخره است، واقعا مسخره است. از فردا میخواییم کارا شروع کنیم. الان زمینه مناسبه. تریاک گرونه و کمیاب. تریاک الان قیمت طلا رو داره، ولی شما تریاک نمیفروشید. این کار خورده پاها و احمقاست. پس ما قراره چی بفروشیم قربان؟ شما چیزی رو میفروشید که قیمتش از بریلیان بالاتره. هروئین. ولی این غیر ممکنه. آقای زینال تا سوال بذار نکرد. حرفشو بزنه دولو. خب چی غیر ممکنه؟ فروختن هروئین قربان. شما الان 2000 کیلو تریاک بدین دست من،
سفیده نزده آبش میکنم، اما هروئینو دریغ از یک مشتری. حل میشه جوان. قسمت روابط اجتماعی روش کار کرده. فعلا بین نویسندگان، هنرمندان، آرتیست های سینما بهترین موقعیت رو داره. وظیفه شما اینه که قسمت پخش که دبلو و شما ادارش میکنید دارای تشکیلات منظم، منسجم و فعالی باشه تا بتونه در روز حداقل 8 میلیون معتاد رو در سرتاسر مملکت تغذیه کنه. ولی قربان، مگه کل آدمای 30 سال به بالا این مملکت 8 میلیون نیستن؟ ما زمینه بازار تریاک رو داریم، میدونیم. ولی مال هروئین رو ندارید، درسته؟ اگر روی آدمهای بالای 30 سال حساب کنید 3 میلیون هم نمیشن. برای قربان. ولی اگر روی 14 سال به بالا حساب کنید اون وقت به 10 میلیون هم میرسه. ولی آقای زینال گفتم که حرف تو بزن مرد جوان. ولی چی؟ ولی یه 14 ساله هنوز یه بچه است. یه بچه وقتی بابت جنسی پول بده یه مشتریه و یه فروشنده یه حسابی فقط به پول مشتری نگاه میکنه، نه به سنش. مگه خونه نمیری؟ میخوام یه کم پیاده برم. شما جناب سروان ممکنه از مسائل این مدت مبارزه بی امان که گویا شخصا مسئول بودین حرف بزنید؟ والا من فقط نمایندگی کسانی رو دارم که روز و شب با صداقت در امر کشف شبکه‌های قاچاق فعالیت کردم. پرسنل درجه دارا و مامورای اداره مبارزه با مواد مخدر و یه آدم دیگه که از سیاهه بیرون اومد و ما رو در این مبارزه یاری داد. شاید امشب حق اون باشه که اینجا باشه و حق اون بود تمام این مرحمت ها و تشویق ها و قربون قدمتون، خجالتون دارم. آقا زینال خیلی متشکرم. قربون تو، خیلی متشکرم. با ما خجالت این قابل شما نداره آقا زینال. از من قبول خواهش میکنم. قربون شما، مرحمت دارید. از تو ممنونم جناب سروان. به دستخوش خوبی دادن ها. نمایشگاه، خونه، ماشین. ببینم کار کردن برای دولت چطوره؟
سربان چند دقیقه وقت تو به من میدی؟ یه کار مهمیه. هنر عکاسی تو میخوای بهم نشون بدی؟ بله اما با اون عکس‌ها. با اینا. این عکس‌ها از کجاست؟ باور کردنی نیست. برای منم اول اینطور بود. چی شد؟ چی شد که فهمیدی؟ چند تا تصادف. یه روز خونه مدیر عامل یکی از بانک‌ها دعوت بودم. وقتی دکتر اومد معاینه کرد منم بودم. متاسفانه به علت زیادی مصرف مواد مخدره. بار دوم این جمله رو تو خیابون سیروس شنیدم. متاسفانه به علت مصرف زیادی مواد مخدره. حالا با دیدن این صحنه ها و اون مصاحبه های تلویزیونی میشه بگیم موضوع چیه جناب سربان؟ از کی میدونه قربان؟ تو این اداره درندش کی هست بدون چی داره میگذره؟ از کی باید بپرسم؟ نمیدونم. از کی؟ تمام دلخوشی من این بود که یک کاری کردیم، یک کاری که بشه باش ادعا کرد، جست گرفت، دلخوش بود. خیالتون این کار آسون بود؟ خیالتون صبح به صبح راه میافتادیم خونه قاچاقچی‌ها و ازشون خواهش میکردیم بیان با ادب جلوی جوخه اعدام بیستن؟ صحبت مرگ و زندگی بود قربان. 10 دفعه بروم آتیش کردن. حالا چی عوض شده؟ هیچی. تریاک رفته هروئین اومده. وظیفه ما چیه؟ سکوت؟ اگه شما اینطور فکر میکنید من اهلش نیستم. من وجدانا نمیتونم در این باره سکوت بکنم. سلام تیمسار. به مرحمتتون تیمسار. بله مطلب مهمی. گزارش هایی داریم که پخش و توزیع هروئین و اعتیاد به اون در سطح وسیع در شهر گسترش پیدا کرده. میخوام اجازه بدین یک شعبه ویژه به منظور گسترش مبارزه با مواد مخدر و هروئین تشکیل بشه. راجع به این مورد جناب سرهنگ فعلا هیچ اقدامی نکنین. من دستورهایی دارم و به شما ابلاغ کردم. شما به هر آدم کله خرابی که سرش واسه آرتیست بازی درد میکنه ابلاغ کنین. بخش ویژه‌ای وجود نداره. بازیمون دادن زینال. بازیمون دادن. کیو؟ منو، تو رو، آگاهی رو، شهربانی رو، همه رو بازی دادن. کیا؟ نمیدونم.
قاچاقچیای اصلی، اونا که پشت جریان بودن، اونا که دستشون نه برای تو رو بود نه برای من. اون همه تلاش، اون همه اعدام، نتیجهش تریاک رفته هروئین اومده. داره بیداد میکنه زینال. همون موقع هروئین بود، اما الان هم تریاک هست. آره، اما این آسون شده با اون سخت. قضیه فقط همینه. منو باش که دلمو به جفت ستاره خوش کردم، رفتم شعبه سرقت‌های مسلحانه. مسخره است. نمیدونم خدایا چطور تو این همه مدت ما متوجه نشده بودیم. خب حالا ما مثلا متوجه شدیم که چی؟ که چی؟ دوباره از نو پسر، دوباره شروع میکنیم. اون ما رو تا افعی نشده باید کمر شکنش کرد. دوباره ما میفتیم به جونشون دونه به دونه، از خورده فروش تا عمده فروش تا اصل کاریاشون. من و تو دوباره. من نیستم دیگه احمد. من نمیتونم احمد، نمیتونم. میفهمم. من دیگه نمیخوام که. آره میفهمم. خب انگار اجباراً من باید تنها کارمو شروع کنم. سلام. سلام. خورجو کنم براتون میارم. باری کنانی نه. کدوم کر خری گفت بیای تو؟ بزن به چک! جناب سرفان والا به خدا من نمیدونم. حالا پیش از این که گردنتو بشکنم یک کلمه بگو. کی واسه جنس میاره؟ خیلی وقت همو ندیدیم. هیچ لزومی نداشته جناب سروان. من دیگه یه آدم آبرودار هستم. خودت که میبینی. ساکتو باز کن ببینم.